با راهبری ابوجهل فریاد زد. ابوجهل نگفتن این مردم نعوذ بالله که همین محمد دیوانه است، همین محمد ساحر است. نعوذ بالله. این سخن ابوجهل. شما گفتی من گوش نکردید. حتی یک ایده از نو مسلمان شده ها هم مرتد شدند، در حال از ایمان خود دست کشیدند وقتی که پیغمبر از این سفر با اونها بیان کرد. و یک گروه از نو مسلمان شده برابر ابوجهل به خانه حضرت ابوبکر صدیق رفتند. حضرت ابوبکر صدیق ولی پیغمبر ندیده بود و آخری نکرده بود، از این سفر آگاه نبود. وقتی ابوجهل با این کلمه بعدش را تکرار کرد، حضرت ابوبکر صدیق چی گفت؟ گفت آیا این کلمه را حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم میگه؟ گفتن آره. گفت من تصدیق میکنم از این بالاتر. انا ملقبی صدیقی را حضرت ابوبکر صدیق همینجوری گفت. حالا که پیغمبر نادیده تصدیق کرد. از بعضی کسان باز پیغمبر برای خاطری یعنی در همین کار که شبهه داشتن میخواستن پیغمبر نعوذ بالله دروغ کنن، از پیغمبر خدا پرسیدن که تو وقتی که سیر اسرا کردی و مسجد اقصا رفتی، مسجد اقصا چند در دارد، چند فریزه دارد، چند پاموچک دارد، چی صورت دارد، چی همین صفتهای مسجد الله بیان کرد. البته پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از خانه خود با اونجا به براق رفته بود. براق این یک جانور است که هر کجای برسه پاشان میماند. اما در شب پیغمبر خدا نه چند در بود، در حساب بری نرفته بود، فریزه حساب بری نرفته بود، سطور حساب بری نرفته بود. امروز هم بعضی حاجی ها و حج میآیند، متاسفانه بعضی بی اخلاق همشیرها میپرسند هم مکه الله یا مدینه چند سطور دارد؟ وای سطور حساب بری دارد یا عبادت؟ اگر سطورهاش رو میدونستی امکانی حدی برو میگه حج نرفت. اون دست عملیات بشورت برای رفته جفاش هست، شریکاش هستن، تو ستما را نمیدونی حج تو قبول نشید. ببین همین جمع مشرکان از پیغمبر خدا همین سوال کردن، اما الله ذوالجلال در حال همون بیت المقدس با تمام سقوطش در پیش پیغمبر خدا نشان داد. حضرت او چند پاوچی دارد، چند در دارد، چند فریزه دارد، چند قدر ستون دارد، درهای کلامش از کجاست؟ هم صفت او را یک برای مشرکین بیان کرد. باز چی گفتن؟ اکتن نعوذ بالله جادوگر است. بعد از اون باید که از مشرکین بلند شد گفت که خود اگر در این سفر کرده باشی باید در راه یکی از تاجران ما باید کاروان کلام باید ما واخورده باشیم. اونها در چه حالند باز ما خبر دهیم. حضرت تعدادش رو را شدن، حتی گفت که ما در فلان وادی دیشب یک شطور شدن بون کردن شطور بکافتن فلان روز از فلان موضع مدهلاه وارد میشن. وقتی این حاجی ها با این تجاراشو برگشتن، وقتی پرسیدن از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از همون سوداگراش این چیزن، اونها تصدیق کردن که در واقع ما فلان شب در فلان منطقه بودیم. چنانچه محمد صلی الله علیه و سلم میگه ما همون شطور گم کردیم، یک سوتکه یعنی یک 24 ساعت ما شطور بافتیم، برای این دیرتر کردیم. بازم خدا سبتا قبول نکردن. حضرت بخاری در حدیث مطلب فارسی برای شما میگم، چون بعضی سخنرانی در پاریان که باید بگم شد. حضرت انس بن مالک روایت میکنند حدیث در سنن بخاری است که میگن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خانه دیدن که سقف خانه کشاده شد. جبرئیل امین داخل شد، میگه سینه من را چاک کرد، بعد حوالی اگرافش کردن، شق سطح سینه شد. میگه جاهای لازمه را گرفتن، یک تقاره از طلا که تقاره طلایی بود، یعنی تشت طلایی بود. میگه اونها را شیشتن جاهای نادرها را گرفتن. بعد میگه یک تقاره از طلایی پر از حکمت علم در جای اونها جایگزین کردن. باز بود دست من گرفت من بود. از اینجا بود تا مسجد الاقصی. در مسجد الاقصی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با پیغمبران در اونجا بود. تو این ان شاء الله باز مفصل میگم. از اینجا خلاص با آسمان وقتی که رفتن با حضرت جبرئیل حدیث میگن مفصلا
چون این حدیث در باب گزاریدن نماز و ملاقات کردن با انبیا را در مسجد اقصی بیان می‌کنه. برای اون را دیگر حدیث انشاءالله میگیم. اما در اینجا میگه وقتی با آسمان اول رفتیم، حضرت جبرئیل یعنی وقتی که در بند یعنی دروازه آسمان اول را کوفت، از درون ملائکه معکل و این بود پرسید تو کیستی؟ گفت من هستم پیک الله جبرئیل امین. گفت با تو کی است؟ رفیقت کی است؟ شریکت کی است؟ گفت با من محمد صلی الله علیه و سلم. گفت آیا او پیغمبر شده است؟ گفت آره. دروازه را کشیده میگن ما در آمدیم در آسمان اول، در اونجا ملائکه ها فرشته ها رو زیارت کردیم، دیدیم یک مرد نورانی در یک منبر نشسته که به طرف راست نظر میکرد میخندید، وقتی به طرف چپ خودش نظر میکرد گریه میکرد. میگه وقتی مرا دید میگه بلند شید با استقبال من آمد و مرا صدا زد بیا مرد صالح، پیغمبر صالح، فرزند صالح. من از جبرئیل امین پرسیدم این کیست؟ حضرت جبرئیل گفتن که این بابای حضرت آدم علیه السلام است. اما به طرف راست نگاه میکرد و میخندید. این چی رو گریه کرده دست چپ میشید و وقتی به طرف راست نگاه میکرد اون فرزندایش که یعنی راه راست را گرفتن، سعادت الهی را نصیب شد و اهل بهشت شدن، وقتی به اونها میرن نظر میکنن یعنی پدر است دیگر خوشحال میشوند. وقتی به طرف چپ نظر میکرد میدید که فرزندایش که از راه راست منحرف شدن، مشرک شدن، منافق شدن، به عذاب الهی گرفتار میشوند. اون روح اونها رو میدید حضرت ناراحت میشه و آزردگی میکنه. از اینجا میگه خلاص با آسمان دوم و سوم محل که رفتیم پیغمبرای را در اونجا ملاقات کردیم که در هفتم آسمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت ابراهیم هم در اینجا حضرت آدم، ادریس، حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت ابراهیم علیه السلام زیارت کردن. هفتمش در حضرت که بود ابراهیم. وقتی میگه من در هر یعنی آسمان میبر آمدم همون پیغمبری که در اونجا بود پیشواز من نیست. وقتی من در هفتم رفتم حضرت جبرئیل گفت اکنون تو تا زیارت او برم. چرا؟ گفتی نه اون من وقت جایی که اون مرتبهش هست بلند است فقط بخاطر یک اون سفید هست. یعنی برادر عزیز اسلام ما احترام روی سفید دارد. امروز میبینید در کوچه و خیابان‌ها در ماشین‌ها بسیار این چیز خسته شده است. خدا قسم شامه مسلمانی دیگر نیست. ملت را رفت چون آیین زده است مثل خود از داری ما از هم شکست. ما ملت مسلمان احترام کلمه را همیشه خاص می‌داشتیم. روی سفیدا را احترامدار مادرها را باید احترام کنیم. ببینید حتی در شب معراج تعلیم می‌دیم. اما وقتی که در آسمان چهارم حضرت موسی علیه السلام آمدید، حضرت موسی گفت که اگر خداوند ما هر کوششی که از بازگشت باید من را ملاقات کنیم. وقتی میگه حضرت وقتی با اشتراک زنده و تو بالا شدیم، وقتی که خداوند را از پشت پرده هاست وقتی ملاقات کردیم، خداوند من 50 وقت نماز را داد. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بسیار از این تحفه خداوند خوشحال شد، با خرسندی بازگشت به پیش حضرت موسی علیه السلام. حضرت موسی بود که بچم پیغمبر صالح بازگشت، چون امت تو توانی در یک روز 50 وقت نماز نماز. وقتی من گشتم مراتبه دیگه پروردگار نیست یعنی مراتب یعنی 25 وقت. وقتی دویم مراتبه بازو برگشت حضرت موسی باز نیستش کرد. وقتی سیوم مراتبه بازگشتن خداوند 5 وقت نمازی که روز ما میخونیم همین 5 وقت نماز و خداوند گفت که این 5 وقت در برابر همون 50 وقت هر امتی که این 5 وقت نماز در وقتش به کم بوده ادا کند ثواب 50 وقت نماز در نامه اعمال کتابت کرده میشه. در این جمع حضرت موسی گفت امتی که توان دارن حبیب خدا صلی الله علیه و آله من شرم میکنم، چون از 50 و 5 من دیگر شرم میکنم که از این کم پسم شاکر طلب میکنم. خلاص بعد از این دیگر ما وقتی که به سدرت المنتهی رفتیم و بهشت رفتن و دوزخ رفتن. اگر اینجا بهشت چه نمیگن برادر عزیز، ان شاء الله در باب دوزخ چند حدیث هم داره میگیم. موضوع پیش از آن یک شعری که حضرت سعدی در باب معراج رسول الله صلی الله علیه و آله میگن چی میگن؟ ای ساربان آهسته‌ران آرام جانم میرود، آن دل که با خود داشتم با دل ستانم میرود.
محمید بدار ای ساربان، تندی مکن با کاروان، هفتیش کنم سر و روان، گویا که جان میرود. در رفتن جان از بدن گویم به هر نوع سخن، من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود. یگانه فخر زمین، یگانه آبروی زمین بودن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. زمانی که پیغمبر خدا به آسمان میرود، زمین حس میکند بلا سکرات موت رنگید. فخر به آسمان میرود، گمان کردیم به مثل گهر حساب برنمی‌آید. برای همین حضرت میگه سعدی فیغان از دست ما لایق نبود ای بی وفا، طاقت نمی‌آرم لجا داد از فیغان من میروند. این در باب معراج پیامبر صلی الله علیه و سلم است که از زبان چرا چه علت بود که خداوند پیغمبر خودش از مکه آورد به مدینه منوره، از چه به مسجد اقصی آورد، بعد به آسمان بردش. میتونست که همطور ببرست. اینجا یعنی محدثین و مفسرین و مؤخرین تعریف جا میکنند که اینجا خداوند هر سیر و اسراری که بالای دنیا بود و پیغمبر آخر زمان خود این همه را نشان داشت. حالا خدا در قرآن میگه لقد رأى من آیات ربه الکبری سوره 18 این 18 آیه 18. یعنی هر چیزی که از قدرت ما نهان بود ما با پیغمبر خود نشد واضح و روشن شد. حضرت انس روایت می‌کنند که قال صلی الله علیه و سلم قال رأیت لیلة أسری فی رجالا تقرض شفاههم بمقراض من نار. حضرت وقتی که به روزه رفتن نگاه کردن یک گروه از مردها لبهای اونها را به آتشی می‌بریدند. حضرت انس روایت می‌کنند این در روایت احمد است، صحیح است. لبهای اونها را به آتشی می‌بریدند. اونها داد میگفت لبی بالا را می‌برید جان می‌کرد. وقتی شروع بالا می پایان می‌شد لبی بالا با اثری نو بجاش می‌شد. لبی پایین می‌برید خون خلف می‌پرید داد و فریادش بود. با لبی بالا سر می‌کرد تکرار ملائکه این کار می‌کردند. حضرت پرسیدند فقال قلت من هؤلاء یا جبرئیل؟ پرسیدند جبرئیل اینا کیستند؟ برای چی لبهای اینها را می‌برند؟ اینا به دنیا چی گناه داشتند؟ قال خطباء من امتی یأمرون الناس بالبر وینصرون انفسهم وهم یتلون کتابا فاولئک یهتدون. سبحان الله. اللهم انا الصلاه والسلام اور در روز قیامت عزیز و نگه دار. اینها خطیبا هستند، خطیبایی که در دنیا مردم را امر معروف کردند، راه درست نشان دادن اما خود عمل نکردن. اینا خطیبایی هستند که حق را پوشان میدن، حق به مردم نگفتن. بر همین عذابشان است. همین عذابشان است. خدای نگهدار باشه ما را. برو. بعد از آن حدیث دیگری که ابو داود روایت میکنند عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما عرج به مرة بقوم لهم اسفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. حضرت انس روایت میکنه که با گوشان از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدند که بعد از بازگشت از معراج که در دوزخ یک گروهی را دیدند. این گروه دستهاشون ناخونهای کلام داشتن که اسمیس بود، روحهای خدا می‌دراندن، شکمهای خدا پاره میکردن، رودهای خدا به بیرون می‌پرانداختن، باز ادامه میدادن و مثل یک دهشت وحشی. فقلت من هؤلاء؟ از جبرائیل از رفیقی است که در این معراج با او هم سفر بود. پرسید اینا کی هستند؟ اینا چی گروه هستند؟
چرا این معامله رو با خود میکنن؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون لحم الناس ويقعون في أعراضهم. اینا گروهی هستند که گوشت مردم را میخورند، مردم غیبت میکردند و مردم آبروش در دنیا میریزاندند. امروز میبینی یک آدم با آبرو است، در مابین مردم میگن یک کیسش یا آدمی دیگه و یک بچه فرامی اسلامی. یا امروز اکثر خواهرها رو تهمت ها گرفتار کردند، یا امروز اکثر عائله ها رو به این تهمت ها ویران کردند. امروز انسان های کشی خبرکشند که ما بین خود رو جمع انداختند. اینا کسایی هستند گوشت میخورند، گوشت انسان ها را خوردند و در دنیا آبروی مردم را کوشش میکردن بریزانند. که آدم آقای کم آبرو داشت میکنه دشت که اول مفضلن بوده فرمایی ایره فرام کاره. در روز قیامت مجازات شما همین است، مجازات شما همین است. ولی حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها میفرمایند که بعد از این سفر از پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند اون وحی که به تو چی بود؟ در شب معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که 4 چیز خدا فرمودن این وحیش که اول بر امت گذشته خداوند آتش نازل میکرد، گناه میکردند، آتش اونها را هلاک میکرد. بر امت من آتش نازل نمیکنه. دوم بر امت گذشته زمین اونها را فرو میبرد، اما امروز امت من گناهاش را زمین فرو میبرد. امت گذشته را خداوند مسخ به یک صورت میکرد، مارش میکرد، کلاس پیش میکرد. ولی بعضی بارها دیگه پیغمبر خدا در یک حدیث بخاری روایت میکنه یک من در یک اشتریده یک کلاس از کنه چی؟ چرا؟ و همین از قام فلانی یک آدم بزن اینا به همین صورت شده. بس هدفی گناهش امروز گناه را ما میکنیم هیچ کار نکردند، اما امروز از طرف از بخاطر این رحمت للعالمین امت مسخ به صورت کلاس مار نمیشن. چهارم به اثر گناه امتهای گذشته سنگ از آسمان میبارید. امروز امت اسلام وقتی گناه میکند باز شب پشیمان میشد، توبه میکند، خداوند رحمت بر سر گناه میبارد. این چیزی بود که خداوند وحی در شب معراج می‌انداخت. اما در حدیث دیگر از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و ارشاد است که اینم امام بخاری در سند خودش میاره اريد الناس فاذا اكثر اهلها النساء يكفرون قيل اكفرون بالله قال يكفرون عشيرتهم ويكفرون الاحسان لو احسنت الى احداهن الدهر ثم ارايت منك شيئا قال ما رايت منك خيرا قط. در شب معراج وقتی که به هر طبقه گذر پیامبر در این مضمون حدیث میگه وقتی گذر میکردن هر طبقه گذر از همه بسیارتر اهل زنها بودند. حضرت پرسیدند این اهلایی که در دنیا کفران نعمت کردند، مردم گفتن کفران از الله کردند، گفتن نه کفران شوهرای خود کردند. وقتی شوهر همیشه شب و روز خدمت میکند، کار میکند، لباس میاره، شمس سر میکند، خیانت میکند. اگر روز یک چیزش نبیاره میگه من چی میگم؟ فرزندان را تعلیم ده که در روز قیامت از این زمانه نباشند مختلفان. همسرای خود احترام کنند، در برابر مشکلاتی که دارند صبور باشند، در برای اون چیزهایی که داریم باید صبور باشند. خواهرای عزیز ما و شما ببین اکثر حالا در یک اینا روایت هست که من حدیث ندیدمش، اینا روایت ها در کتاب فارسی دیدم اما جاش هست بگیم میشن. البته بسیاری از بزرگای ما این کتاب من در حدیث هر چند دارم این نبرمانم که حضرت فاطمه الزهرا بعد از بازگشت معراج این کیله است، خاله نیست. فرق می‌کنه. عزیز باز میگم از میبره پیامبر شما میترسن چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه هر کسی که یک کلمه را از پیش خودش نسبت به پیغمبر کند
جای خود را در مقعد نار جای چیکار کرده است؟ اختیار کرده است. برای همین این کیده است، حالا نیست. اما در کتاب‌های فارسی می‌گم خدا داناست حضرت فاطمه زهرا بعد از بازگشت با حضرت علی کرم الله وجهه حضور حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدن که پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌گویستند. حضرت فاطمه زهرا سوال کردند بابا سبب گریه چیست؟ حضرت گفتند که شب معراج گروهی از زنهای را در عذاب دیدن که امروز بیان می‌کنند. چی است این حدیثی که بالا تقویت کرده است؟ یعنی زنهای را دیدن که از سینه‌های خودشون در آتش جهنم آویزان بودند، اما از امت‌های من بودند، مسلمان بود، نماز می‌خواند و از سینه‌اش در جهنم آویزان بود. زنی را دیدم که از موهای سرش آویزان بود، زنی را دیدم که از زبانش آویزان بود، زنی را دیدم که گوشتی بدنی خود را به مثل سگ می‌کرد و می‌خورد. من پرسیدم این سبب عذاب حضرت فاطمه، پرسیدم سبب عذاب اینها چیست؟ حضرت پرسیدن گفتن که اون زنی که از موی سرش آویزان بود، مار و کشتونها از بالا در آمده گزیده از مخرج پایان می برآمدن، زنهای بودن که سرهای خود امتحان می‌کردن. البته امروز جناب عالی ما خیلی یک چیزی خوب که امروز پوشیدن لباس می‌دارن و زنها هم دستور دادن. ما مادرهای میگه ما ببینید در همه شهرها مادریم با استادش رو دعا کرده است لباس چه زیبا دارن، شاه روی مال کتاب خشوع همون لباسی میگه. ما در نامه اشاره دارن اما متاسفانه جمعه گذشته شما یک درخواست کردیم میگیم بچه‌ها کار به جا نآوردن. ما بسیار از شما خواهش میکنیم بار دیگر که بسیار با یک کار سخت روبرو شده هستیم. این اعضای محترم و اعضای ریاست میکنن، خواهش میکنیم کمکی که جمعه گذشته بیشتر نکردید بچه‌ها میگردن، اما کسی قدرت دارد کسی ندارد. خب اونی که از زبانش آویزان بود چی زخمی؟ اون زنی بود که در دنیا همیشه کاری او غیبت بود. ببینید امروز زنهای ما یک جمعشان فقط غیبت است. غیبت تاجیکستان جا میکنن و افغانستان و ازبکستان و قزاقستان و یپن و چون جا میکنن. کوشش کنه که این مادرها را جای این ذکر در دهانش جاری کنید. اما اون زنی که از سینه‌اش آویزان بود چی زن بود؟ زنی بود که به اجازه شوهر فرزند همسایه یا فرزند دیگر را شیر داده بود. امروز زمان مبید ما پرسیدن دیگر من شاهد هستم همین واقعه را در حالت طالب علمی دیدم که یک خاندان چند کودک داشتن جدا شدن، بعد فهمیدن که اینا شیخ‌باران چند کودک داشتن. وقتی که امروز همسر میخواهد که شیر بیاد، این شیر حق مرد است، باید از شوهرش اجازت پرسن که اجازت از فرزند فلانی شیر بیان. این حق شوهرش، حق زن نیست. زن باید خیانت نکنه. این چیز میگی مال کوچه به هر سالانش وقتی دادوش دین روز یک بچه من سوال داد او دامرایم دولار دوست ندارم یکی متاسفانه من از مادر خوش شکل بگیم و از مادری من بسیار دختر حبیبا پاکامه اشغازی نکرده میخوام زیاد شده هیچ حق نداره موافق اسلام چی اون خواهری کنه برو تحرم نداری. وقتی تو از مادری خوبی برای تو ممنون شد حتی او از مادری تو خود به دادرهای کرد دیگر حقی ازدواج بکنه ندارن. ببین از سینه‌اش آویزان زنها از سینه‌ها می‌شکنه شکاف کرده شده از شکم از پوست برآورده است از سینه‌ها کشاف. زنهایی که به مقراض آتشی در صندوق آهنی اونها را گوشت برش را می‌گیرند، زنهایی بودن که خودش زیبا داده در کوچه ها بالا می‌رفتند. یعنی در واقع همین چیز است.
برادر عزیز، باید ما از این چیزها مستقل البته آشکارا قرآن برای زن مسلمان و پیغمبر برای زن مسلمان راهنمایی کرده است. ما باید که زندگی کنیم، چون که مذهب آقای امام اعظم رحمة الله علیه باید ما طبق ما زندگی کنیم و زندگی خود پیش بریم انشاءالله در هر عالم استفاده میشیم. اما در اینجا وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مسجد الاقصی رفتن خیلی شنیدیم بود که یکمش سرزمین انبیاء بعد مبارکت بود. پیغمبر خداوند اونجا بود و در اونجا پیغمبر صلی الله علیه و سلم 2 رکعت نماز با جمیع انبیاء گذاشتن و دعا کردن بعد از آن نماز. بنابراین از همین شما همین است که این نمازی که امروز در این شب الله فقط و فقط به پیغمبرش داد که حتی با همه امر الهی چه زکات چه دیگر چیزهای امر خدا باشد همه به ثمر ملائکه آمدن، اما یگانه عبادتی که فقط پروردگار به دست خود به محمد داد این نماز است. باید ما شما این نماز خوب محافظت کنیم و از فرزندان هم باید که کوشش کنیم که باید محافظت کنیم. البته امروز ما مسئولیت پدر و مادر را قبول کردیم تا 18 ساله باید مسجد نریم، اما معامله ندارد که بچه دخالت نماز بخواند. پیغمبر میگه مر اولادکم بالصلاة وهم صبیان سنین، بچه 7 سالش باید او را امر به نماز کنیم. در خانه نمازش بخونیم، در خانه نمازش بخونیم. بنابراین این نماز سختگیری میگه نماز معراج ما شماست، نماز این نجات انسان است، نماز آبروی ما شماست، نماز انشاءالله که انسان را به جنت برساندگی است. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و آله در یک حدیث میگن که ما بین من و امتی من یک شرطنامه است، این هم نماز است که هر کسی نماز میخواند امتی من است، هر کسی نمیخواند حضرت این حدیث صحیح است، هم در بخاری است، هم در مسلم است، همش است. کسی نماز نمیخواند امتی من نیست. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة غير المسلمين. عز وجل و محل صلى الله عليه وسلم میرم المسافر چیه العهد الذي بيننا وبينهم، من یک شرطنامه دارم، یک عهدنامه دارم ما بین من و امت من که کسی در روز قیامت یکونه دعوای امت من کند که نماز میخواند. برای این فرزندان من نماز خواند و این ترک نعمتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم و یک خوشحالی برای ما شما آمد قبول شده. اگه برادران من اینجا صحبت‌ها بسیار است که یک چیز دیگر در خیلی نماز صورت بود، یکم هم این است که اجازه ها من متاسفانه نظر میگیرم گوشم در نماز عصر و دعا من مخارج کردن قرد شد. بسیاری جوانه ما کسی طهارت کردن نمی‌کنند. وقتی طهارت که ناقص شد نماز خدا قبول نمی‌کنه. نماز که قبول شد برای همین برای عزیز ولی یک انیقا من جوانان دارم یاد این بخیر ببینه که همشهرش باید نشود برای میگم که اینجا باشتیم با آدم همون تشکیلی آدم قرار ایماندار نیست کنه دیگه هم بشن فلان شهید رفته دعا کردم شهید بزرگ بعد یه روز رفته دعا کرده است روزی دیم رفته دعا کرده و سیمده شدید دیدیم نمیتون رکمون من داخلی کرد اون مرد را پشتم یا درست بجا بودن دیگه تو بخیل تو نمیتیم بعد در آن هم که تو روزه کنودی وقتی یک مشترمه خونونه حکم گردیدن باور کنی امروز نمازخانه ها مسخره بازی شده دیدن یک مشترمه در بر مشترگی است دولت بدن شروع باورد کن وقتی آبم نمیشد هم در 3 باره اگر 10 بار همی که بریزیش تر نمیشود است یکم آب باید رو چطور از مانیشتی بعد از آن دویم شهر و سیم شهر که از آلیت مابلا فرض بعضی ها من سرچ کردن که من بیان میکنم هر کسی که نمیتواند برادر عزیز ادب در روش نگفید در طلب کردن حقیقت کار از خدا شردار نمیدانی روی صفحه دستی من میفرمم در جوانی نکنید جای شر نیست جای حیاش نیست امروز ما از اون حیات شرم داریم که خدای خدا نشناختیم خدا را شناخته این یک سرپرازی و سربلندی در صورتی که باشه آمدیم این یک
دوست داشتن خداوند به من دست که ما ایمان نمی‌کنیم برای این پیش یک اهل علم براییم نگاه کنید طرز تارت کردن چطور تارت میکنه. بعد از آن وقتی که امروز برادر عزیز ما تعجب میشم در بعضی برادرها که تارت خونه را الان مخدوم ساعت 11 در آمدن صورت را میبینیم بعد یک ساعت بعد برو من حیران میشم اون در اجزای حیران میشم تازگی رو رعایت کنیم همه چی ما و شما برادر عزیزان یک اون جمعه گذاشته از عربستان